طاهر جان، طاهر قند، اندوال جدیدیم از طاهر جان. بچه بسیار بسیار منظم، بسیار بچه خوبه. نی کسی قلندر است. نه خلاص کردی؟ خا کجا آمدیم ما؟ ما در خود روزه آمدیم انشاءالله. روزه آمدی؟ بله. بلندتر طاهر جان. در خود روزه آمدیم، در پارک روزه قرار ارسم ما ششتم که رازهای دل خود، دردهای دل خود با هم قصه بکنیم. درد دل چیست امروز که بگویی؟ درد دل من از بیشتر خوشحالی. چی است؟ خوشحالی است، یعنی برای ما جای خوشایند، جای خرسندی است که امروز آمدیم با دو تا دوستای عزیز خود اینجا میشینیم، در دل خود قصه میکنیم، آزادانه قصه میکنیم، چکر خود میزنیم. ما برای ما خوشایند است. رفته بودی مسجد نماز خواندی؟ بله نماز خدا خواندم. نمازت که خلاص شد طاهر جان، بله. چی حس داشتی؟ حسی بسیار نیکی، حسی بسیار خوشحالی، حسی که یعنی یه رو برید بگویم که امی خب بلند ما امر الله که در گردن بود امور از گردن خود خلاص کردیم. همیشه وقت تو آدم با خدا باشه، با ایمان باشه، با تقوا باشه، هیچ وقت روی خاری و بدبختی رو نمیبینه انشالله. یعنی با خدا باشیم و پادشاهی کنیم. بله. میگه با خدا باشیم پادشاهی کنیم. بله بله. خالی جان، جان تو که رفتی مسجد نماز خواندی چی حس داشتی؟ همینجا که رفتی نماز خوندیم، بعد از نماز ظهر همینجا یک توقف میتن مولای ممسر یک روزه خواندن، بسیار یک روزه زیبا. روزه خواند؟ بسیار یک روزه خوب. به خاطر محرم است نه؟ به خاطر محرم است. بعد از اون روزه را خواند، در دل ما نشست و هم دل ما کمی سبکتر شد. سبکتر شدی؟ بله. زیاد درد چی است؟ یعنی غم درونی چی است؟ بیشتر مردم خودتون میفهمید که غم و درد زیادش بیپولی و فقر و بدبختی. بیپولی است؟ بیپولی فقر و بدبختی. یعنی بزرگترین درد توی یالی بیپولی است؟ عمدهش شاید بله. عمدهش؟ بله. خب چی پلان داری برای از اینکه امی درد کم کنی یا این درد بخی کاملا از بین ببری؟ مثلا پول به دست بیاری، پلانی داری برای پول در آوردن؟ یک درآمد خوبی پیش رو داری یا یک راه وجود داره که فقط کوشش و تلاش و استمرار آدم داشته باشه، مدام تلاش کنه، کوشش کنه تا از این بدبختی و فقر و بیپولی نجات پیدا. دیگه هیچ راه نداره. به نظر تلاش در افغانستان نتیجه میشه یا بیرون از افغانستان نتیجه میشه؟ مثلا ایران یا خارج برادم بیرون این ربط داره که در افغانستان پولدار نمیشه او طرف بره پولدار میشه؟ شاید به نظر ما در خارج شاید زودتر برسیم، به خاطر که اینجا شرایط خیلی فرق نسبت در خارج. بله. شرایط اینجا که از به طور دوامدار بگم پول داری، اینترنت فول است، کل چیز از شرایط پر هستی و 24 ساعت منظم هستی، میتونی ویدیو بگیری، هر کار که بخوای بکنی. ولی در اینجا شرایط نمی رقم هستی، فقط روز 50-100 روپه کار کنی، فقط همون قشاوه که خرچش شد بخور و نمیر نه بوموری نه زنده شوی. بله فقط باشه دیگه، یک جسد بیرو. اینجا اگر کوشش کنی، تلاش کنی، اگر اینجا 5 سال برسی، در اونجا شاید در 3 سال برسی، نتیجه را زودتر. یعنی مسیر دستیابی به موفقیت، پول، ثروت و تحصیل تو میگی در خارج زودتر آدم میرسه، مسیر کوتاه‌تر طی کنه، نه طبق برنامه پلان و کشورهایی که تکنولوژی داره پیشرفت است. و مخاطر بله با اونجا آدمایی که چیز مخصوصا کار کنه و کار بتونه در این عرصه و درس تکنولوژی اونا رو دستش میگیرن، اونا رو پیشرفت میتونن. ولی در اینجا نه، اینجا بدبختونه که نمیشه. اینجا نمیشه بدبخت. تو پلان بیرون رفتن داری یا میمانی افغانستان؟ برای فعلا خود در افغانستان میمونم. تصمیم ایره دارم که اینجا تلاش بکنم ظرف 1 سال 2 سال آینده نتیجه که میخوایم باید یک کمی حداقل بگیرم، حداقل
40% بگو. به دست اینا بیاره. به دست بیارن. مثلا آدم یک کار بکنه که نتیجه بخش باشه. به نظر شما صحبت کرده بودیم درباره چینل یوتیوب. چینل یوتیوب چطور به نظرتون؟ گزینه خوب است یا نه؟ خیال کسایی که من خدا دلم نشست. تو چطور؟ نظر مردم اگه بخوام لحاظ نظر مردم اگه پرسان بکنم، کسایی که در یوتیوب بودن و کار کردن تا امروز میگن نتیجه خوبی گرفت. نتیجه خوبی داره. نتیجه خوبی داره و باید در این عرصه تلاش کوشش زیاد شد که یک چیزی را به مردم کار ارائه بده، آنلاین، یک نه؟ محتوایی را به مردم ارائه بده تولید که محتوا. مردم را جذب کنه. آه. بله، تولید محتوای قشنگ، خوب، جذاب، دیدنی. خو ینال نوبت رسید دمه. بله. نوبت دمه رسید. برای شما بگویم که همین شما که از نماز آمدین، همین در نماز حی علی الصلا میگی، بعد از میگی حی علی الفلاح، نه؟ بله. اینمی معنی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بله. بسیار معنی بزرگ داره. حی علی الفلاح به معنای عاقبت به خیری است در قدم اول. اگر عمیق فکر کنی حی علی الفلاح به معنای رستگاری است. چی میگه؟ از رستن. یعنی خداوند اندمی حی علی الفلاح در یک کلمه در نماز گفته. یک کلمش معنی کنیم یعنی آدم میتونه هر چی میتونه پرواز کنه، هر چی میتونه پیشرفت کنه. یعنی سقف قرار نداده که تو 10 میلیون پول در بیار دیگه در آورده نمیتونی. 100 تریلیون در بیار. این دنیای فرعونی رو میبینی؟ دنیای فرعونی رو میبینی؟ چند میلیارد نفر است؟ چند میلیارده؟ 8 میلیارد یا 9 میلیارد؟ 8.5 میلیون. 8.5 میلیارد. بله. یا 9 میلیارد، کم یا زیاد. دقیق آمار هر روز تغییر میکنه، نه؟ بله، زیادتر. که آگاهی درست باشه برای شما. دیگه نماز واقعا معنی عمیق داره. کلماتش آدم بفهمه خوب صحیح با تمام آگاهی درک کنه. یک حی علی الفلاح اینی که تو میتونی هر چی میخوای پرواز، هر چی میخوای تحصیل کار، چی میخوای تجارت کو، پول در بیار، ثروت، چکر برو، هر چی میتونی عشق بیورز، خوبی کو، دست بگر، کمک کو. حی علی الفلاح خداوند در نماز اینی است معنیش. درسته طاهر جان؟ بله. بله. شما چی نظر دارین درباره حی علی الفلاح؟ کلمه بسیار ارزنده است، کلمه بسیار بزرگ است. واقعا کسی که عمق کلمات پای ببره میتونه، مثل که گفته های شما، میتونه خیلی از رازهای بی‌نهایت پرواز کنه، بی‌نهایت رشد کنه، راز ترقی کنه. زندگی خود پیدا بکنه، راز پولدار شدن خود پیدا بکنه. یعنی عمق زندگی خود پیدا میکنه که در عرصه زندگی چگونه آدم باید تلاش بکنه، صبر و بردباری و پشتکار داشته باشه. یقینا حی علی الفلاح که میگی کلمه بسیار ارزنده است. کلمه یعنی در حقیقت مثل یک کتاب میمانه برای یک انسان که هر قدر که آدم همین کلمات بزرگ فکر بکنم، مثل یک تعزیل مسائل وری یک همین رقم میتونه آدم یک کتاب نوشته بکنه. تحلیل های بسیاری ارزنده، بسیار پسندیده، بزرگ آدم میتونه در از هر کلمه نماز، از هر کلمه زیادت درست بکنه، نوشته بکنه خاطرات زندگی خود، خاطرات بعض از دوستا و رفیقای خود نوشته بکنه. یعنی برای آدم بسیار یک جای بزرگی است که آدم میشینه قصه میکنه، راز دل میکنه، زندگی خود پیش میبره. یعنی برای آدم بسیار یک عشق بزرگ است. بسیار تشکر. روزی بسیار خوبی بود با شما. علی جان دیگه یکی از علی بروتیس، بروت ها رسه که سیاه رول لک خدا یاری تو برود. او شخ برود، چنگ برود بچه. آیه رسه که ماشالله زنده باشین. تشکر، با خیر باشین. خدا نگهدارتان تا اداره بعد. و یاران نگهدار.